دوم ایون در دوشنبه در دایره سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزویف به تاجیکستان 36 سند همکاری به امضا رسید. از جمله دو کشور ضرورت ثبت نام هنگام رو و آی شهروندان به کشورهای یکدیگر را از میان برداشتند. همین طور ازبکستان بنیاد دو نیروگاه در حوزه دریای زرافشان را سرمایه گذاری میکند. فعلا قرارداد در مورد تأسیس جمعیت سهامی مشترک و انجام ارزیابی فنی طرح این دو نیروگاه امضا شد. بین تاجیکستان و ازبکستان اتوبوس ها به مسافرکشی شروع میکنند. شفقت میرزیویف روز 10 ایون با یک سفر رسمی دو روزه وارد تاجیکستان شد. قرار است که او از شهر خوجند هم بازدید کند. به شرف او در دوشنبه کنسرت شام دوستی با اشتراک حدود 250 هنرمند معروف تاجیک و ازبک دایر کرده می شود. این سفر دوم میرزیویف به تاجیکستان از زمان رسیدنش به رهبری ازبکستان در سال 2016 می باشد. سفر یکم او را که سال 2018 انجام شد بسیاری او تاریخی می نامند، چون که تمام گذرگاه ها در مرز تاجیکستان و ازبکستان باز شد. پروازهای هواپیماها بین دو کشور از سر گرفته شد. نظام ویزا بیکار شد و در عموم به جنگ سردی که سالها باز در عهد اسلام کریموف بین تاشکند و دوشنبه ادامه داشت نقطه گذاشتند.